سلام، خسته نباشید خدمت همه دوستان گرامی. با آموزش گرافیکیول در خدمتتون هستم. بنده عرفان آجرلو، دانشجوی رشته علوم کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت هستم. نزدیک به 1 سال خورده میشه که درگیر بک‌اند شدم. API نویسی، کار کردم با دیتابیس و با Node.js هم کد میزنم با فریمورک اکسپرس. و تو این آموزش قصد دارم به شما مفاهیم گرافیکیول رو بگم، اینکه گرافیکیول چی هست و چرا قراره ازش استفاده کنیم، اصلا چیه، چرا و چگونه میتونیم ازش استفاده کنیم. تو این دوره ابتدا در مورد مفاهیم تئوری گرافیکیول صحبت خواهم کرد و در ادامه یک پروژه عملی در Node.js براتون خواهم زد و اون قسمتی که وارد قسمت عملی میشیم شما نیازمند یه پیش زمینه ای از Node.js هستید. زیاد کد سختی قرار نیست بزنیم که پیش زمینه خاص پیش زمینه قوی داشته باشید، یکم بلد باشید متوجه کار میشید. دوستانی که حالا بک‌اند خود رو با یه زبان دیگه ای مثلا جنگو، حالا البته با زبان پایتون، فریمورک های جنگو، فلاسک و همچنین کسایی که با سی شارپ یا هر چیز دیگه ای کار میکنن میتونن مفاهیم تئوری ما رو ببینن و اصلا ببینن گرافیکیول چی هست و واسه چی میخوایم ازش استفاده کنیم. و حالا اگه دوست داشتن میتونن اون قسمت هم ببینن. خب پیشنهاد میشه ویدیوهاش خیلی تو اینترنت زیاد هست، پیاده سازی برن چند تا پروژه‌ای که با از گرافیکیول استفاده کردن رو ببینن، همینقدر کافیه. من میگم بیشتر این مفاهیم رو به شما بگم، شما حالا اگه علاقه داشتید که قطعا میرید یه پروژه‌ای هم باش کار کنید. خیلی فضای خوبیه برای API نوشتن، کار ما رو راحت تر میکنه. بریم سراغ خود دوره. این که الان من میخوام توی دوره اول از همه بهتون بگم گرافیکیول چیه. گرافیکیول یک زبان کوئریه برای API ها. ما وقتی میخوایم API ها رو صدا کنیم، حالا با رسمی یه سری API ها مینویسیم و دیتایی که میخوایم ما میگیریم. اما گرافیکیول یه زبان کوئری در واقع برای API هاست، یعنی ما با زبان کوئری میایم با API هامون صحبت میکنیم. حالا بیشتر بریم جلوتر متوجه منظور من میشید. اینجا مواردی از تایپ های گرافیکیول رو میبینیم: آبجکت تایپ ها، اینترفیس ها و همچنین استرینگ، فلوت، اینتیجر، بولیان، آیدی و حتی دیت. اینا مواردی هست، دیت تایپ های توی گرافیکیول هستن که ما میتونیم از اونها استفاده کنیم. همچنین ما توی گرافیکیول سه تا عملیات خاص داریم. این عملیات ها شامل چی میشن؟ شامل کوئری. کوئری چی میشه؟ کوئری وقتی که ما میخوایم دیتا رو بخونیم، یعنی گت کنیم. کوئری واسه دیتا خوندنه و اگه ما میخوایم تغییراتی رو توی دیتامون ایجاد کنیم، یعنی دیتا بنویسیم توی دیتابیسمون، از میوتیشن استفاده میکنیم. سابسکریپشن برای برنامه‌های ریل تایمه. وقتی که از وب سوکت اینا میخوایم استفاده کنیم، سابسکریپشن وارد میشه و ما توی این جور موارد از سابسکریپشن استفاده میکنیم. بریم جلوتر. بچه‌های فیسبوک سال 2012 شروع کردن که به دیولپ کردن همین گرافیکیول و سال 2015 اون رو منتشرش کردن. این گرافیکیول توسط شرکت فیسبوک منتشر شد و توی سال 2017 آمدن دیدن که مثلا این حالا یه آماری هستش که گفتیم که بیشتر از 2 میلیارد موبایل وجود داره که اینقدر ساعت هم استفاده میکنن. میخوایم حالا با این مثال بیشتر بریم تو اون قش که ما یه مثالی میخوایم بزنیم که ما برای مثال کتاب داریم و حالا وقتی که مثلا سمت برنامه موبایلمون یا حالا وبسایتمون هر جا میخوایم اینا نشون بدیم، میایم چیکار میکنیم؟ دیتایی که فچ میکنیم، دیتایی که میگیریم به این صورت که ما این لوگوی کتاب میخوایم، تایتل، نویسندش، قیمتش و اینکه چند تا از اون تو انبارمون موجوده.
به چه صورت کار میکنه؟ هر کدوم از برنامه‌هایی که ما نوشتیم به این صورته که خب آقا مثلا میان این دیتا رو فچ میکنن از انتیتی های خودشون، حالا به اون جایی که میخوان اون API رو کال میکنن و دیتایی که میخوان رو میگیرن. یه فلسفه جدیدی که الان وارد همین API شد، همین GraphQL. حالا ببینیم به چه صورتیه. اون موقع چالش های ما در مورد این بود که یوزر میخواد زودتر به دیتا دسترسی پیدا کنه، اینترنت نداره دیتا رو بگیره و خیلی مسئله های بیشتری بود که این حجم از یوزر که زیادن و ما اگه بخوایم برای هر کدوم وقتی ما میام یه API نویسی میکنیم با رست، شما مثلا خیلی موارد پیش میاد که آقا مثلا شما یه تیکه از دیتا رو میخواید اما اون کل دیتا رو به شما برمیگردونه. خب این واسه میلیون ها یوزر خیلی سرعت کم میکنه قطعا. و حالا اینجا بود که GraphQL وارد شد. چرا GraphQL ما رو قانع میکنه؟ ببینید حالت عادی دیتا گرفتن چطوریه؟ من یه endpoint دارم و توی این endpoint چیکار میکنم؟ برای مثلا من پست ها رو میخوام از دیتابیس. خب اون چیزی که دارم endpoint هم بکندی که حالا کار میکنه نوشته آقا این URL وارد کن و تهش بزن پست، اینا رو میگیری، پست اینفو اطلاعاتش رو میگیری، فقط تایتل، فقط اون مثلا پستایی که واسه این نویسنده است. کلی endpoint بنویسیم واسه اینجور موارد. و یه مسئله دیگه هم هست که من کل دیتا رو میگیرم. من شاید نیازم نباشه کل دیتا، فقط یه قسمتی از دیتا رو بخوام و شاید یه قسمتی هم باشه که نه من دیتای بیشتری میخوام. اینجور مثلا همین پاجینیشن یکی از مواردیه که ما باید خودمون اضافه کنیم با کوئری استرینگ. معمولا افرادی که حالا با رست کار میکنن میام از کوئری استرینگ استفاده میکنن برای این موارد. الان توی همین مثالی که بهتون نشون دادم به این صورت بود که مثلا ما میخواستیم این دیتا رو بگیریم چیکار میکنیم؟ ما میایم خب کل اینه که بخوایم بگیریم اولا از موجودیت بوک باید بخونیم. حالا بستگی به این داره که اونجا چی نوشته و اینکه مثلا میخوایم اون ریتش هم بخونیم، بعد بریم تو ریویو ها بخونیم و همچنین ببینیم اینکه میخوایم ببینیم چند تا کتاب هم باقی مونده، بعد دوباره به یه انتیتی جدا صدا کنیم و ببینیم که چقدر کتاب توی انبار موجوده در حال حاضر. پس این تعداد گرفتن دیتا ها از طریق API. حالا کاری که ما توی GraphQL انجام میدیم به چه صورتیه؟ ما اولا که میایم اونو تعریفش کنیم به این صورت که هر کتاب خب یه آیدی داره که ما UUID استفاده کردیم و تایپش هم دادیم آیدی. یه تایتلی داره که تایپش استرینگ، یه دونه این که چقدر تو انبار وجود داره که میشه اینتیجر و قیمتش هم که فلوته. الان مثلا اگه من بخوام یه کتاب بگیرم صدا میکنم که get book و آیدی هم بهش میدم و اون آیدی رو به من برمیگردونه. در واقع get book یه فانکشنیه که خروجیش بعد تایپ بوک باشه. حالا میخوایم بیشتر وارد تایپ ها بشیم و ببینیم این تایپ ها برای ما چه کاری انجام میدن. من هم سفرم براتون بزرگتر میکنم که بهتر باشه دیدمو. حالا در مورد تایپ ها که بخوایم صحبت کنیم، الان برای این صفحه که داریم ما مثلا میخوایم یه سرچی کنیم و کتاب ها رو بگیریم و این آیدی ها به ما برگردون نمیشه و این تاب هی فراخوانی میشه. کتاب با آیدی 123 برگردونده باشه که این اطلاعاتش برگردون نمیشه. آیدی 123 تایتلش، نویسندش و 123A و 123B که اینا چی هن؟ که میخواد بگه که آقا چقدر توی انبارمون این موجودیت داریم. و همچنین برای گرفتن ریتش هم از get reviews استفاده میکنیم و برای گرفتن تعدادش تو انباری هم از get inventory. پس فانکشن هایی که داریم به ما دیتامون رو برمیگردونه. حالا وارد دو تا از مفاهیمی میخوایم بشیم
که GraphQL به دنبال حل کردن این موضوع است. اولین موضوع آندرفچینگه. آندرفچینگ یعنی چی؟ یعنی آقا من وقتی دیتا رو میخوام بگیرم به اندازه کافی که دیتا میخوام نمیگیرم. منظور من چیه؟ الان مثلا من توی همین دیتایی که میخواستم بگیرم، خب من وقتی مثلا کال میکنم توی اینجا به من چی برمیگردن؟ توی ریزالت کتابای برمیگردونه با ایدی 123، تایتل این، نویسنده اینه، ریویوز اینه و آیتمز ها اینه. الان تو اینجا دیتایی که داره به من برمیگردونه چیه؟ هم داره تعدادشون رو من میگه که چند تا تو انبار وجود داره، هم داره میگه که این ریویو هاش به چه صورتیه. اما وقتی که شما تو حالت عادی سرچ کنی مثلا با رس، اون میاد به شما چی میگه؟ فقط آیدیشو برمیگردونه که 123A 123B و شما دیگه اینو ندارید که آقا به شما بگه چند تا مونده، پس بعد برید یه بار دیگه اینو کال کنید تا بهتون برگردونه که چند تا از این مورد توی به انباریمون داریم. حالا برعکس همین موضوع ما اوورفلچینگ داریم. اوورفلچینگ یعنی چی؟ یعنی آقا مثلا یوزر دیتای بیشتر از اون چیزی که نیاز داره میگیره. خب این باعث میشه سرعت برنامه ما کاهش پیدا کنه و باعث کند شدن برنامه ما میشه. حالا ما چی میخوایم؟ ما کلا توی اینجا توی GraphQL برخلاف رس که کلی اندپوینت ایجاد میکنیم، یه دونه اندپوینت بیشتر نداریم که حالا معمولا حالا بک‌اند هایی که پیاده‌سازی میکنن حالا با ورژن دهی یا اینا تهش /GraphQL مینویسن و چیکار میکنن و میان از اون /GraphQL میان چیکار میکنن؟ تموم دیتایی که میخوان و به زبان کوئری بهش پاس میدن. پس ما یه دونه اندپوینت بیشتر نداریم و با یه دونه ریکوست رو هر چی دیتا بخوای میگیری و علاوه بر اون تنها اون چیزایی رو میگیری که نیاز داری. به این میگن exact fetching. یعنی نه تو دیتا بیشتر از اون چیزی که میخوای میگیری، نه اینم که دیتا کمتر از مثلا یه دیتایی میخوای دیتا کمتر نمیگیری. هر چقدر که دیتا بخوای فقط با یه ریکوست میگیری. شما اگه بخوای همینا با رست پیاده سازی کنید، خب خیلی هم گفتم هم مشکل اوورفچینگ داریم، هم مشکل آندرفچینگ داریم. توی آندرفچینگ من کال میکنم فقط آیدی های اون رو برمیگردونه. اینجا توی مثال داشتیم. الان مثلا من تو حالت عادی وقتی با رست کد بزنم به این صورت آقا شما به شما تازه اون ریویوز هم بر نمیگردونه، فقط آیدی مثلا حالا ما فقط داریم رو انباری فرضمون رو میزنیم که این فقط داره آیدی برمیگردونه. اما شما وقتی با گرافیک کیو بنویسی چیکار میکنی؟ شما میای آقا اون تعدادش هم به شما برمیگردونه. اینها همش با چی؟ اینا همش فقط با یه ریکوسته. و همچنین گفتم اون اوورفچینگ هم داریم. برای مثلا آقا من یه لیست زیادی دارم و خیلیش اضافیه. من اینجا فقط مثلا تایتل بوکو میخوام، اسم نویسنده رو نمیخوام، خیلی چیزای دیگر نمیخوام. حالا وارد مبحث بعدی بشیم، GraphQL queries. به چه صورتیه؟ برای مثال من میخوام به تایتلم بگم که آقا این برای من مفید بوده یا مفید نبوده. وقتی شما میخواید اینا با رست پیاده سازی کنید چیکار میکنید؟ میای میگی آقا یه پست میکنی که میگی آقا این برای من مفید بوده و اینو پست میکنی به دیتابیس. اما تو کوئری شما اون کوئری رو مینویسی، حالا اسکیما که براش تعریف کردی مینویسی هلپفول و چیزی که GraphQL برای شما برمیگردونه تعدادشه. میوتیشن چیه؟ میوتیشن برای فرستادن دیتا. میتونیم یعنی اینا هم با کوئری پیاده سازی کنیم هم با میوتیشن. واقعا این چیزیه که بسته به سلیقه شماست که دوست دارید این مورد با کدوم حل کنید. الان این مورد چجوریه؟ مثلا یه متغیر اضافه کرده که آیا is helpful، حالا اگه true بود که helpful یه دونه زیاد میشه، اگه is helpful false بود not helpful زیاد میشه. GraphQL میوتیشن به چه صورتیه؟ گفتم دیگه. مثلا الان شما مثلا میخوای اینجا ریویو وارد کنی، ریت بدی به کتاب که این چطوری بوده و شما میای چیکار میکنی؟ اون شمارت رو وارد میکنی. ببینید الان برای اینجا مثلا هر یوزر اومده واسه ریویو چند تا ریتینگ رو فرستاده. به چه صورت؟ این الان مثلا ما برای ریویوز آیدی 123 هم تعدادش رو میخوایم هم ریتش رو میخوایم.
به این صورت به ما برمیگردونه که آقا مثلا تعدادش 55 تاست، من ریت 44 رو میفرستم، اون چی به من برمیگردونه؟ خب الان یه دونه زیاد شده 56 و این میانگینه رو هم یه دونه بره بالا. سابسکریپشن هم گفتم، سابسکریپشن برای ارتباط ریل تایمه، یعنی مثلا میخواید اپلیکیشنی بنویسی که ریل تایمه، مثلا اپلیکیشن های بازی یا چت، این اپلیکیشن ها به صورت ریل تایمن و اون وب سوکت ها اینجور چیزا میخواد. پس بریم سراغ ویژگی های GraphQL. ما گفتیم به شدت به تایپ حساسه و کوئری داریم، مؤثره و فیچرهاش دیدیم تو اینجا. بریم یه API GraphQL بسازیم. الان توی اینجا دارید میبینید که ما برنامه دسکتاپ داریم، برنامه موبایل داریم، الکسا داریم و این هم مواردی بود که ما داشتیم می‌دیدیم که بوکس داریم، ریویوز داریم و اینکه ما هر کدوم از کتابامون چند تا توی انبار هستن و بقیه موارد به چه صورتیه. این انتیتی های ما فیچر لیستی که به ما دادن و ما می‌خوایم API برای این موارد بنویسیم. الکسا میاد بپرس که آیا کتابی موجوده و GraphQL به این دوتا کوئری میزنه که بره از توی کتاب ها ببینه که مثلا کتاب 123 چند تاش توی انبار موجود هست یا نیست. مثلا ما میخوایم روی کتاب ها سرچ بکنیم یا ریویو رو ببینیم و همینطور انباریمون رو مدیریت کنیم و خیلی از کار دیگه، همش با GraphQL و کوئری نوشتن و فقط با یه درخواست هندل میشه اینا. یا مثلا برای موبایل هر کاری که میخوایم ما دوباره به GraphQL میزنیم و اون مواردی که نیاز رو میگیریم. الان اینجا برای مثلا ما میخوایم بیایم تایپ بوک رو تعریف کنیم. پس اول برای تعریف کردن یک تایپ ما اولین کاری که باید بکنیم اینه که ما بیایم و بگیم که این مثلا حالا توی زبان‌های دیگه کار کرده باشین، مثلا میخواید یه تایپ تعریف کنید یه اسمی براش میذارید. ما اینجا نویسیم تایپ و اسمی که مثلا میخوایم بهش بدیم مثلا میذاریم. الان مثلا واسه تایپ بوک اسمش اینجا تعریف کنیم و من مثال UID UUID که تایپش از نوع ID هستش. پس در واقع اینجا برای ما بوک یه اتریبیوتی داره، یه آبجکتیه به عنوان تایپ البته تعریفش کردیم و این یه اتریبیوته و اونم تایپیه که باید داشته باشه. بقیه اتریبیوت ها رو بهش یه تایپی میدیم. خوبی GraphQL واقعا همینه که ما این تایپی تعریف کنیم قشنگ مشخص کنیم که آقا اگه باید این تایپ باشه، یعنی شما توی خروجیت اگه تایپی به غیر از این برگردونی اصلا ارور میده GraphQL، یا مثلا برای ورودی هم همینطوریه، اگه ورودی اشتباهی بدی GraphQL به شما ارور میده و اصلا اگه ارور داشته باشه که اصلا اون کوئری ران نمیشه و اگر خروجی که داری به یوزر برمیگردونی به غیر از این تایپ ها باشه بازم ارور میگیری. حالا الان توی اینجا اینم تایپ ریویوه. ما یه آیدی داریم که تایپش آیدیه. آیدی یعنی باید خاص باشه، اسپسیفیک باشه. یه دونه یو آیدی داریم که استرینگ یو آیدی به چی داره اشاره میکنه؟ به آیدی خود کتابه. و همینطور استارز داریم و تکست، به این صورت که استارز میاد ریتر رو مشخص میکنه که تایپش هم اینتیجره و تکست هم یه پیامیه که داره میده دیگه و اونم استرینگه. تایپ اینونتوری هم که یه دونه آیدی داره، یو آیدی داره و همچنین یه اونم اینتیجر داره که داره تعداد کتابامون توی انبار یا نشون میده. به طور کلی پس ما اسکیمای بوک ها به این صورت تعریف کردیم که یه آیدی داره، یه تایتل داره و یه نویسنده و تایپ های هر کدوم هم به این صورت مشخص کردیم. یعنی الان اگه یکی دیگه از خوبیه که GraphQL اینا میگن که داکیومنت ها وقتی شما اسکیما رو تعریف کنید خودش داکیومنت ها به طور خودکار تولید میکنه. ما میایم تایپ ها رو تعریف میکنیم و الان وقتی یوزر میخواد وارد GraphQL بشه این تایپ ها رو مشخص یعنی میبینه توی اون جایی که ما GraphQL رو تعریف کردیم، میبینی که ما 3 تا تایپ تعریف کردیم فعلا. حالا این
اینجا ما میخوایم به کتاب بوکمون ریویو رو اضافه کنیم. به چه صورت؟ میگیم آقا ریویوز شامل یه آرایی از ریویو هاست. به چه صورت؟ به این صورت که میگیم آقا تایپ بوک یه سری ریویو ها داره که این ریویو خروجیش ریویوه. ریویو تایپش چیه؟ ریویو خودش یه آبجکتیه که آیدی داره، یو آیدی داره، استارز داره و تکست داره. ما با اضافه کردن این مشکل الان یکی از مشکلاتمون جلوگیری میکنیم. اون چی بود؟ اون آندرفچینگ بود که ما وقتی که دیتا رو به اندازه کافی نمیگیریم، یعنی الان من بوکو صدا کنم، من باید یه آرایی از ریویو ها بگیرم. همچنین همین مشکل برای اینونتوری هم بود که ما اینو میایم اینجا اضافهش میکنیم که میگیم آقا توی بوک علاوه بر ریویوز بعد اینونتوری هم اضافه بشه. این مشکل آندرفچینگ رو برای ما حل میکنه. الان بریم توی خوندن دیتا. الان مثلا تایپ یه کوئری تعریف میکنم، خب که من میخوام دیتا بخونم، حالا اسمش هر چی میتونید بذارید شما، و مثلا میخوام سرچ کنم. توی این سرچ من یه دونه ورودی به شما میدم، استرینگ بعد حتما باشه و یه تعداد کتاب برمیگردونم. خروجی یعنی یه تعداد کتابه. گت بوک هم برای گرفتن یه دونه کتابه که بهش یه دونه آیدی میدم و خروجی که باید من برگردونه یه دونه کتابه. پس اولی یه آرایی از کتابا رو به شما برمیگردونه، دومی یه دونه کتاب به شما برمیگردونه. الان برای مثال من توی موبایلم، توی اپلیکیشن موبایلی که داریم، من سرچ میکنم تله و تنها چیزهایی هم که نیاز دارم چیه؟ یکی آیدیه، یکی تایتله. یعنی آقا من دارم میگم دیتا بیشتر به من برنگردون، همینقدر برای من کافیه. تو اپلیکیشن موبایلم اون دیولپر موبایل میاد با صدا کردن این کوئری فقط اینا رو میگیره. یعنی این از این حجم دیتایی که مثلا اگه ما با رسمی نوشتیم جلوگیری میکنه، فقط این دیتایی که نیاز دارم میگیره. حالا این چطوریه؟ ما اینو میدیم بهش، کوئری ران میشه و این خروجی به موبایل برگردون نمیشه. یعنی الان مثلا ما تله رو سرچ کردیم، میره توی تایتل ها میگرده و تایتلش با یو آیدی رو برمیگردونه. حالا گت بوک چیکار میکنه؟ مثلا الان مثلا اینجا برگردونیم، گت بوک یه دونه آیدی حالا دسکتاپ ما بهش میده، یه آیدی بهش میده، میگه آقا چیا رو به من برگردون؟ همه اینا رو برگردون. یعنی من الان اینجا همه چی رو میخوام. من خب الان مثلا شما یه دقتی بکنید، الان مثلا من تو اینونتوری گفتم فقط تعدادش رو من بده، آیدی رو نده. اما الان اگه مثلا همینا شما اولا که گفتم اینجا یه اند پوینت بیشتر نداریم، گرافیکیول تموم شده رفت. فقط اینجا ما با کوئری ها کار میکنیم. الان اگه شما همین می‌خواستید تو رست پیاده سازی کنید، سه تا اند پوینت باید می‌نوشتید. یکی این که آقا بره کتابا رو بخونه، کتابا رو خوند، حالا توی اون آیدی هایی که داره بره آیدی ها رو از ریویو ها بخونه و همینطور اون بره تعدادش هم توی انباری از طریق یه اند پوینت دیگه بیاد پیدا کنه. این همه رو علاوه بر اینکه برگردونده، اومده کار شما رو راحت‌تر کرده. دیگه اون حجم دیتای زیادی که قرار بود برگردونه نمیگردونه، یه بخش کوچیکی رو برمیگردونه که آقا سرعت برنامه بهتر بشه، همین که حجم داده کمتری رو بگیری. این همین مزیت گرافیکیول داره نشون میده، این راحتی کار کردن باشه. الان نگاه کنید مثلا این خروجی رو برمیگردونه و اون شخص که حالا سمت فرانت یا آره دیگه فرانت، الان مثلا فرض کردیم که کامپیوت برای نسخه دسکتاپ ما صدا کرده، این خروجی رو بهش برمیگردونیم. حالا بیاید بریم سراغ، الان ما تا الان دیتا خوندن رو کار کردیم، حالا بریم آقا دیتا نوشتن ببینیم چه شکلیه. برای دیتا نوشتن من میام میوتیشن تعریف میکنم. یعنی الان من تو اینجا من میخوام دیتا بفرستم برای تو. چی کار میکنی؟ شما مینویسی که میوتیشن در واقع کار پست، کار پچ، کار پوت، کار دیلیت اینا رو انجام میده. یعنی آقا من میخوام توی دیتایی که دارم تو دیتابیس تغییر ایجاد کنم. من یه فانکشن مینویسم به نام ادستار و یه عدد بهش میدم و اون بعد چیکار کنه؟ یه دونه ریویو به من برگردونه. به چه صورتیه؟ الان برای مثال من گفتم که آقا یه دونه استار اضافه کن و استارز رو به من برگردون. این استارز که به من برمیگرده چی میشه؟ کلش رو به من برمیگرده که میشه 55 تا. حالا بیاد گوش کردن به دیتا نگاه کنیم. سابسکریپشن برای گفتم
ریل تایمه. ما اینجا مثلا یه تابع تعریف میکنیم به نام آن ریویو، یه آیدی بهش میدیم. خروجی من چیه؟ خروجی من اینجا ریویوه، یعنی یه دونه ریویو واسه من برگردون. به این صورت که من اینو صدا میکنم، این GraphQL گوش میده و این خروجی ها در آن واحد به ما میده. میگم این بیشتر برای اپلیکیشن هایی هستش که ریل تایمه. اپلیکیشن های ریل تایم همیشه چت و اینجور چیزا و در آن واحد گوش میده و به ما خروجی ها برمیگردونه. الان تمام مواردی که ما نوشتیم اینجا هستش. اولا که نگاه کنید، واقعا میگم کار کردن باش خیلی راحت از رسته. ما یه دونه اندپوینت بیشتر نداریم، بقیه چیزا فقط کوئری نوشتنه. 3 تا تایپ دارم، بوک دارم، ریویو دارم، اینونتوری دارم. اینا تایپ های منه و اتریبیوت هاش هم دارید میبینید. الان مثلا توی تایپ بوک من آیدی دارم که تایپش آیدیه، یعنی اسپسیفیکه، هیچ آیدی نداریم که دوبار تکرار شده باشه. من توی بوک تایتل دارم، تایپش استرینگ، نویسنده دارم، تایپش استرینگ، ریویوز دارم، خروجیش آرایه‌ای از ریویو هاست. خود ریویو ها چیه؟ یا ابجکتی که شامل چیه؟ آیدی، یو آیدی، استارز. من حالا از اون ورم برای خوندن دیتا، اینا فقط تایپاش بود. این ور توی کوئری هایی که میخوام تعریف کنم میام میگم آقا مثلا من سرچ کردم، یه دونه ورودی بهت رشته میدم، میگم برو توی کتابا اینو پیدا کن و یه آرایه‌ای از کتابا به من برگردون. همچنین همینو برای گرفتن کتاب، یه دونه کتاب داریم که من یه آیدی میدم و تو باید خروجی من یه دونه کتاب بدی، نه آرایه‌ای از کتابا. اگه غیر از این تابعی که براش مینویسید اجرا بشه، ارور میگیرید شما. برای نوشتن دیتا توی کتابخونه هم شما چی کار میکنید؟ میاد از میوتیشن استفاده میکنید که میگم یه تابع تعریف میکنید که یه عدد بهتون عدد واسش میفرستید و اون یه دونه ریویو به شما برمیگردونه. همچنین برای سابسکریپشن هم همین کار رو میکنید. حالا پس کوئری ما به چه صورت، اسکیمای ما به چه صورتیه؟ به این صورت که من یه کوئری دارم به نام مای کوئری، یه میوتیشن دارم به نام مای میوتیشن و یه سابسکریپشن دارم به نام چی؟ مای سابسکریپشن. اگه اینجا رو مشاهده کنید ببینید که الان من یه اسکیما دارم و اینم نمای کلی منه که این و اونا اسکیمای من صدا میزنن و من خروجی ها رو بهشون برمیگردونم. حالا میخوام برم سراغ این که اصلا این کوئری ها چجوری اجرا میشن، چجوری محاسبه میشن. من میخوام بدونم که آقا این مثلا الان من همچین چیزی رو صدا میکنم، چجوری میره از کتاب اینا میخونه و به من برمیگردونه. من اینجا وارد ریسولور میشیم. ریسولور چیه؟ من اینجا فانکشنی که مینویسم، یه فانکشن مینویسم که آقا وقتی یوزر من همچین چیزی استفاده کرد، یه تابع مینویسم که میره از دیتابیس میخونه و یه خروجی داره. پس من یه ایکسی که به عنوان ورودی دارم بهش میدم و خروجی هم برمیگردونه. همه عملیاتی لاجیکش رو من توی این ریسولور ها قرار بنویسم. به چه صورتی؟ الان شما نگاه کنید این تیکه کدا. به این صورت که ما مثلا صدا کردیم اسم تیبلمون رو که بوکسه و داریم میگیم که آقا این کلاینت ما که دیتابیسمونه آیتم پارامز رو بگیره، همون دیتابیس ماست، کدوم آیتماشو میخوام؟ این آیتماشو میخوام. این فانکشن رو بهش پاس میدم. من الان برای گرفتن کتاب مثلا من یه تابع نوشتم get book resolver، میره چیکار کنه؟ کتاب از دیتابیس کتاب دیتاها رو میخونه به من برمیگردونه. همچنین مثلا من اگر ریویو رو این دوتا هم اضافه کنم چی بهم برمیگردونه؟ میره یه دونه از دیتابیس ریویو میخونه، یه دونه از دیتابیس اینونتوری و اون فیلد هایی هم صدا میکنه که من ازش میخوام، نه بیشتر. الان نگاه کنید توی این مثال مثلا برای گرفتن یک کتاب به این صورتی که قشنگ بازش کرده داره میگه چیکار میکنه. get book مثلا من گفتم میگه آقا تو داری دقیقا کوئری مینویسی که شما اگه با دیتابیس کار کرده باشید، ما سطر اول با استفاده از دستور select
داریم بهش میگیم که آقا کدوم دیتا کدوم ستون ها رو به ما برگردونه. چرا این کار تو دیتابیس انجام میدیم؟ برای این انجام میدیم که حجم دیتایی که برمیگردونه کمتر بشه. الان مثلا ما این استفاده میکنیم گت بوک چیکار میکنه؟ آیدی رو برمیگردونه، تایتل رو برمیگردونه و از اینونتوری اون چیزایی که میخوایم رو برمیگردونه، تعدادش رو، و از ریویو همون چیزایی که میخوایم رو برامون برمیگردونه. حالا این گت بوک میره به ریسولور، به اون فانکشنه، و همچنین برای ریویو و اینونتوری هم پاس میدیم به ریسولوری که براش نوشتیم و خروجی ها چیا رو برمیگردونه؟ این خروجی ها رو به ما برمیگردونه. در واقع داره به صورت بازگشتی کار میکنه. این الان مثلا برای اینجا مثلا من آقا میخوام کتابا رو بگیرم، نه یه کتاب بگیرم ببخشید، و اینجا کتابی که میخوام بگیرم آیدیش اینه، و آقا من ریویو ها رو نمیخوام، من اینونتوری رو نمیخوام، آقا به من فقط آیدی برگردون با تایتلشو. به این صورتی که ما پس چی شد؟ یوزرهای من، اون برنامه‌نویسای فرانت میخوان دیتا بخونن، میان توی گرافکیول چیکار میکنن؟ از توی اسکیما موردهایی که میخونن، و حالا این ریسولور هایی که نوشتیم کارهای منطقیش رو میخواد انجام بده، میره از دیتابیس واسه ما میخونه و ما برمیگردونه چیزایی که میخوایم ما. حالا من چگونه گرافکیول رو توی حالت پروداکشن رانش کنم؟ خب پس الان که ما از حالت دیولپمنت خارج شدیم و دیگه میخوایم گرافکیول رو ببریم روی پروداکشن، بعد یه سری چیزها رو رعایت کنیم. یکی از اون موارد امنیت. یکی از مهمترین موضوع همیشه توی دیپلوی کردن همین امنیته که ما باید بفهمیم که کیا دسترسی به این اندپوینت رو دارن و اینو باید ببریمش توی تابمون و این اتنتیکیشن رو پیاده سازی کنیم که راههای مختلفی هست. شما میتونید از سشن ها و کوکی ها استفاده کنید، شما میتونید از JWT استفاده کنید، راههای مختلفی هست برای پیاده سازیش. و همیشه امنیت توی برنامه ها یکی از موضوعات مهمه که باید رعایت بشه. الان مثلا ما باید مثلا بدونیم که آقا مثلا کوئری که صدا میکنه کی دسترسی داره که ببینه که اون تعدادش توی انباری چند تاست. مبحث بعدی که میخوام واردش بشم مبحث نستد کوئری هاست، جایی که ما همین موضوع رو توی دیتابیس هم داریم. وقتی که کوئری ها رو تو هم می نویسیم بهش میگن نستد کوئریز. برای این کار ما توی GraphQL چند تا مورد رو میتونیم رعایت کنیم. یکی از اونا باوندینگه که ما میایم چیکار میکنیم؟ کوئری هامون رو محدود میکنیم، یعنی اون عمقی که دارن محدودش میکنیم. مثلا یه جوری نباشه که هی یوزر کوئری ها رو تو هم بنویسه و خب این کار رو برای اون برنامه‌نویس فرانت، اون برنامه‌نویس موبایلی که قراره از برنامه ما استفاده کنه سختش میکنه. ما باید این مورد رو حتما رعایت کنیم که این پیچیدگی توی کوئری هامون ایجاد نشه. الان مثلا توی همین جا دارید میبینید که مثلا ما الان مثلا چند تا کوئری داریم که تو هم رفته. ما باید این مورد رو رعایت کنیم. یکی دیگه از مواردی که هست، باید درخواست هامون رو محدود کنیم، یعنی براش یه ریتی بذاریم که یوزر از یه تعداد به بعد دیگه نتونه مثلا درخواست بده، بلکه درخواستات خاطر 429 رو برگردونیم که تو منی ریکوسته، و یه تعدادی مشخص کنیم برای اینکه هی یوزر به ما ریکوست نزنه. اینا میتونن افرادی باشن که میخوان با این کار دیتا ما رو هک کنن و کلا این سرعت برنامه هم میاره پایین. پس یه ریتی باید روش بزنیم. بعد چی میگم؟ برای ترکیب کردن چندین کوئری با همه. برای مثلا من میخوام یه دونه گت بوک بگیرم حالا با آیدی A123 که حالا دارید مشاهده میکنید، و
یه دونه دیگه هم میخوام بگیرم، ولی یعنی دو تا کوئری رو با هم بنویسم، یعنی همین چیزی که الان اینجا دارید میبینید یه بار کال کنم، به جای اینکه بیام برم یه دونه دیگه ریکوست بدم جداگونه، توی همینجا یه ریکوست دیگه بدم. من میام متغیر میذارم، یعنی مثلا میگم آقا بوک 1 مساوی این کوئری جلوش مینویسم، بوک 2 مساوی این کوئری جلوش مینویسم. این عمل خیلی خوبه دیگه. مثلا ما الان با یه ریکوست تونستیم 2 تا کتاب رو دریافت کنیم، ولی خب اگه همچین موردی با رست نوشتیم، برای ما واقعا اینجوری بود که حالا به تعداد چیزایی که داشتیم، به تعداد کتابایی که میخواستیم، بعد ریکوست میفرستادیم سمت سرور. و مبحث بعدی هم سابسکریپشن دیگه. حالا بیشتر روی خود برنامه میخوایم زوم بشیم، نه زیر ساختار. به این صورت که ما وقتی الان میخوایم رسیدیم به حالت پروداکشن، مثلا ما میخوایم اینا روی AWS ببریم بالا و AWS چیکار میکنه؟ واسه ما سرور فراهم میکنه که ما برنامه‌مون رو روی اون بالا ببریم و بقیه یوزرها از هر جا بهش دسترسی داشته باشن. ما میتونیم به خود دیتابیس اونا وصلیم با اکانتی که داریم و AWS خیلی موارد خوبیه واسه ما فراهم میکنه که میتونید تو اینجا مثلا لیستاشو ببینید که مثلا ما میبریم بالا، بعد اون یوزری که حالا فرانتی که میخواد به ما وصل شه میتونه بره توی URL مون که درست میکنه برای ما و اسکیمای ما رو میبینه که ما چیا نوشتیم و چیا میخواد. کلا آمازون خیلی AWS خیلی چیز خوبیه، حتما توصیه میکنم که برید یاد بگیرید، به درتون میخوره. و بقیه مواردی که داریم می‌بینیم، یکی دیگه از خوبی هاش اینه که وقتی که گفتم شما GraphQL رو بنویسید، برای شما در واقع خودش یه داکیومنتیشن به طور خودکار ایجاد میکنه که دیگه نیازی نباشه شما جداگونه بخواید برید این کار رو انجام بدید. مثلا شما اگه بخواید با رست کد بنویسید، API های خودتون رو بنویسید، مجبورید که برید با سواگر داکیومنت بنویسید برای برنامه که نوشتید. اما خب خوبی اینجا همینه که شما وقتی GraphQL خودتون رو می‌نویسید، این میاد داکیومنت رو برای شما می‌نویسه و اینم بقیه موارد استفاده ازشه که توی ریاکت نیتیو و اندروید و اینا میتونیم ازش استفاده کنیم. اینکه دیتا رو به چه کسی اجازه بدیم که دسترسی داشته باشه خیلی خوبیه، خیلی خیلی خوبیش زیاده. و اینجا هم داریم میگیم که اسکیما بعد بنویسیم چجوری اصلا کار کردنشو داریم میگیم که در واقع که به دیتا وصل میشه و دیتا رو به ما برمیگردونه، درست میکنه و حالا وارد جریان داده و امنیتش میشیم. الان توی GraphQL ما داریم مشاهده میکنیم که آقا وقتی دیتا چجوری جریان داره توی AWS دیگه، به این صورت که یوزر ما یه حالا توی یه قالبی، تو اون قالبی که دیتایی که نیاز داره درخواست میده، این میره توی دیتا نگاه میکنه و تو اون قالبی که میخواد ریسپانس رو بهش برمیگردونه، دیتایی که میخواد. همچنین اینم از وضعیت دسترسی که ما به یوزرهامون میدیم، به این صورت که مثلا توکن میدیم و توکنش رو چک میکنیم که آیا دسترسی به این دیتایی که میخواد داره یا نداره، حالا با ریسولوری که نوشتیم و تابه هایی که برای چک کردنش نوشتیم. توی اینجا مثلا ما نمایش دادیم که مثلا به چه صورت میشه، هم تو حالت آسون هم تو حالت ادوانسش، که حالا ما با کانتکست میایم اونو چک میکنیم که آقا اون شخصی که الان داره درخواست میده، ریکوست میده، اولا که رولش چیه، دسترسی به چیا داره، همه بحث اتنتیکیشن و اتوریزیشن میتونیم توش انجام بدیم و دسترسی داریم که ببینیم چک کنیم چجوریه اینا. برای اپلیکیشن های ریل تایم ما توی حالت عادی وقتی که میخوایم با وب سوکت یه برنامه بنویسیم، به چه صورتی؟ اینجایی که حالا ما چند تا اند پوینت مینویسیم، میره از اون ور میگیره
و به ما یه خروجی برمیگردن. توی GraphQL با سابسکریپشن ما یه اند پوینت داریم و دیتایی که میخوایم ما از سمت سرور میگیریم و به یوزر نمایش میدیم. و خوبی هاشم اینجا هم داریم میبینیم که GraphQL گفتم با سابسکریپشن بحث ریل تایم رو هندل میکنه، در حالی که توی حالت عادی بعد با وب سوکت ها اینا کار کنید. واسه رست حالا نمیدونم بعضی بیشتر توی این دوره من حالا توی بخش عملی هم من برنامه ریل تایم کار نمی کنم و بحثم محدود میشه به نوشتن یه سری تابعهای راحت گت کردن و دیتا ایجاد کردن و در حد کوئری و میوتیشن. با سابسکریپشن زیاد واردش نمیشم. و برای دیتاهای برای آفلاین، برای اپلیکیشن های موبایلی هم که می نویسیم به این صورتی که حالا اون شخصی که برنامه موبایل می نویسه بیشتر با این کار داره و با اعمال یه سری کاندیشن ها ما میتونیم این مورد رو هم رعایت کنیم. حالا شخصی که سمت ریاکت نیتیو کد میزنه و اون کسی که حالا میخواد این کار رو انجام بده، این به درد اون شخص میخوره که میخواد با اپلیکیشن موبایل، حالا فلاترها، اونایی که ریاکت نیتیو کار میکنن خیلی بهتر دیگه. جلوترم میخواین در مورد حالا گفتم AWS رو ببرید بالا و در کل در نهایت میخوام بگم که آقا تفاوت GraphQL با رست چی بود. موقعی که شما داده‌هاتون ساختار یافته است بهتره که از GraphQL استفاده کنید. چرا؟ چون هر داده‌ای که میخواید رو میتونید بگیرید و اوورفچینگ و آندرفچینگ ندارید. وقتی که داده‌هاتون پیچیده است بازم از GraphQL استفاده کنید. میگم مزایاشو دیدید واقعا. حالا میریم باز الان تو در ادامه وارد بخش عملیش بشیم. پیاده‌سازیش هم واقعا کاری نداره، خیلی مزیتش بهتره. درسته هنوز کامیونیتیش اونقدر بزرگ نشده نسبت به رست، خیلی خب الان دیولپرها بیشتر با رست کار میکنن، ولی خب روز به روز قطعا میان سمت GraphQL چون خیلی راحت تره و همچنین انعطاف بیشتری میده به دیولپر برای مدل های داده های ساختار یافته، چون میتونن با کوئری های تو در تو و فقط با یه دونه ریکوست هر چی دیتا که نیاز داره یوزر رو بگیره. ولی با رست بعد با چند تا ریکوست بگیری که خب این سرعت ما رو میاره پایین قطعا. و برنامه های ریل تایم آفلاین GraphQL قطعا واسه شون بهتره و بازم میگم توی GraphQL ما مبنامون کوئری زدن و پرسجوه، همون کاری که توی دیتابیس انجام میدیم و خب این قطعا خیلی هم کار برای شخصی که فرانت دیولپره هم کار شماست راحت تر میشه و خیلی مزایای بهتری داره وقتی که شما داری با کوئری زدن دیتا میگیری. از اون طرف وقتی هم که حالا میخواید از HTTP 2 استفاده کنید چون فیچرهای بیشتری میتونه ساپورت کنه و کانتنت تایپ ها، مثلا کانتنت تایپ های مختلف میخواید بفرستید و همینطور برای کش کردن که با GraphQL هم راههای کش کردن هستش، اما خب با رست بهتره اگه میخواید پیاده سازی کنید. در کل که اینها مزایا و معایب رست و GraphQL رو سعی کردم توی این پاور به شما نشون دادم. میگم یه مشکلی که داریم توی رست همین اوورفچینگ و آندرفچینگ که خیلی میشه تو خود رست هم با کوئری استرینگ پیاده سازیش کرد، ولی خب پیاده سازیش واقعا پیچیده است. هم شخصی که داره API رو مینویسه کار براش سخته که اون چه شکلی میخواد با کوئری استرینگ اینو هندل کنه. میشه شدنش واقعا میشه، اما خیلی کار پیچیده‌ایه. هم پیچیدگیش برای شخصی که API مینویسه، هم پیچیدگیش برای شخصی فرانتیه که میخواد از این استفاده کنه. چون حالا هر چقدر هم داکیومنت رو نویسید واقعا اون استفاده کردن و خوندن و کار کردن باهاش پیچیده است.
پیچیده است اون کار کردن باهاش. در کل که این امیدوارم خوشتون اومده باشه از GraphQL. حالا گفتم باز بستگی به نیازهاتون داره و اینکه چقدر مهمه که میخواید از GraphQL استفاده کنید یا از رست. کلا ما تو این دوره توی بخش تئوریش اومدم بهتون گفتم که GraphQL چیه، چرا ایجاد شد و چجوری باید ایجاد کنیم و چطوری ببریم تو حالت پروداکشن ها. و ما یه چیزی که صرفاً تئوری بود براتون صحبت کردیم. حالا توی جلسه بعدی بیشتر وارد این میشیم که یه برنامه عملیه، یه پروژه خیلی کوچیک پیش ببریم با هم و امیدوارم خوب متوجه شده باشید مفاهیم GraphQL ها. توی ادامه راه قراره یه پروژه عملی با جاوا اسکریپت و نود جی اس کار میکنیم. افراد دیگری هم که جاوا اسکریپت یا نود جی اس کار نمیکنن اصلا موردی نیست، شما میتونید ویدیوهاش خیلی زیاده تو یوتیوب، تو آپارات، هر جا سرچ کنید که مثلا پیاده‌سازی مثلا یه برنامه با GraphQL میاره، خیلی راحته. صرفا من میخواستم بهتون فهم GraphQL بگم که GraphQL چی هست و کجا استفاده میشه و چه مزیتایی داره. امیدوارم لذت برده باشید از این آموزش. در ادامه میریم سراغ پیاده‌سازی عملی پروژه.